مادام سی.جی. واکر که با نام اصلی سارا بیدلاو متولد شد، یکی از الهام بخش‌ترین کارآفرینان تاریخ و اولین زن میلیونر خودساخته در آمریکا بود. مادام واکر تو سال 1867 از والدینی که قبلاً برده بودند متولد شد. در 7 سالگی یتیم شد و در 20 سالگی وقتی همسرش رو هم از دست داد به عنوان لباسشور شروع به کار کرد، در حالی که درآمد روزانه‌اش کمتر از $1 بود. اما مشکلات اون به همینجا ختم نشد. استفاده از مواد شیمیایی مضر در صابون‌ها باعث ریزش شدید موهاش شد. ولی خب تسلیم نشد. با آزمایش‌های خونگی محصولی رو برای رشد مو تولید کرد که نه تنها به خودش خیلی کمک کرد که مشکل ریزش موش رو حل بکنه، بلکه زندگی بسیاری از زنان دیگر رو هم تغییر داد. بعد اون شروع کرد این محصول رو به صورت خانه به خانه بفروشه و به زنان سیاه‌پوست دیگه هم آموزش داد که چگونه از موهاشون مراقبت کنند و همچنین نمایندگان فروش خوبی هم باشند. مادام واکر کسب و کارش رو گسترش داد و در زمانی که تبعیض نژادی بیداد می‌کرد، برای معرفی محصولاتش به سفرهای متعددی می‌رفت و زنان زیادی رو توانمند می‌کرد. اون فقط یک کارآفرین نبود. داستان زندگی واکر اون رو الهام بخش هزارها نفر کرد که میشه از دل سختی‌ها فرصت‌های بزرگی ساخت. مادام واکر در یک از سخنرانی‌های معروفش با افتخار میگه من زنی هستم که از مزارع پنبه جنوب شروع کردم. از آنجا به لباسشور ارتقا یافتم، بعد از آنجا به عنوان آشپز به آشپزخانه رفتم و از آنجا هم خودم را به کسب و کار تولید و آماده سازی محصولات مراقبت از مو ارتقا دادم. کسب و کار واکر به سرعت رشد کرد، به طوری که فروش اون توی سال آخر زندگیش به بیش از $500,000 رسید و ارزش کل دارایی‌های او به بیش از $1,000,000.